هزارها نفر مهاجر نمیدانند مبلغ‌هایشان را چگونه ارسال کنند و هزارهای دیگر در کشور نمیتوانند مبلغ‌های ارسال شده را دریافت کنند. مرکزی پروسسینگی داماد امامعلی رحمان جمال الدین نورعلیف سیستمی را که سالها به مشکل کار میکرد به هم زد و معلوم نیست کی بحران در این ساحه رفع می شود. با وجود تاکیدهای زیادی بانک ملی و خود معاون رئیس این بانک جمال الدین نورعلیف تا هنوز سیستمی نو بانک ملی نتوانسته فعالیتش را پر به راه ماند و هزاران مهاجر کاری و خانواده هایشان را سرگردان کرده است. شبکه یونیستریم هم چگونه که کارشناسان قبلا آگاه کرده بودند نتوانسته است جای زلطه کرانه را که 82% انتقال ها را انجام میداد بگیرد. برعکس در کار این شبکه هم صدمه تکنیکی رخ داده، حالا اصلا نمیتواند مبلغ مهاجران را انتقال دهد یا در پرداخت مبلغ‌های انتقال شده مشکل ها پیش می آیند. دیروز هزاران نفر پیوندان مهاجران در کشور ساعتها در بانک ها منتظر بودند تا توانند مبلغ های به نامشان ارسال شده را دریافت کنند. نه کارمندان بانک میدانستند چگونه با سیستم نو کار کنند، نه خود شبکه های انتقال یونیستریم و کانتکت درست کار میکردند. عبدالشکور، یک ساکن شهر دوشنبه، به پیام گفت که برای گرفتن 3000 روبل مبلغ ارسال کرده برادرش 4 ساعت در بانک نوبت ایستاد، اما وقت نوبتش رسید رمزی که برادرش فرستاده بود چیزی نشان نداد. عبدالشکور میگوید خزینه‌دار بانک گفت رمز نادرست است، اما برادرم عکس رسید را فرستاده بود و نادرست بودنش امکان نداشت. تنها بعد 5 یا 6 مرتبه به سیستم وارد کردن رمز انتقال پیدا شد. عبدالشکور میگوید چندین نفر تا رسیدن نوبت او از نزد خزینه‌دار بانک ناامید به خانه هایشان برگشتند. دلاور شمس‌اللهیف، یک مهاجر کاری که در شهر اوفای روسیه کار و فعالیت دارد، به پیام گفت مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند مبلغ را با یونیستریم فرستیم، اما به چند نقطه این شبکه که سر زدم مبلغم را قبول نکردند. توسط کانتکت فرستادم، اما به همسرم گفتند که هنوز نرسیده است، هرچند از فرستادنم 20 ساعت گذشت. یک مهاجر دیگر از روسیه به ما تماس گرفته گفت که 40,000 روبل روسی به تاجیکستان ارسال کرده است، اما تا حال پیوندانش نتوانستند پول را به دست گیرند. اینک ثبت گفتگوی ما با این مهاجر. چی شد وضعیت اساسی؟ شما چیکار کردید که فرستادنش؟ من روسیه یک 12 سال همینجا توجیکستان رفته نیستم، نرفتم، просто پول روی میکنم، همیشه خیش تا برده برای هم گفتم همین روی کردیم، نه 40,000 روی کردیم، ای روزی یکم روی کردیم، پشتی بگیم تو امروز وابشه پوسما گرفتن نتونستم. در با میرم ولی همه شوکه سیستم شوکه نفهمیدم، نمیدونم دیگه حیات کار میکنم با هم بانکی رو با هم شیطونه همجوره دوست که من کوریم کارشون و چو 5 نفر رفته گیبده 500 کیلومتر رفتیم با مسکو را پول روی کردیم، خریبو تا اولستانش بعد با مسکو رفتیم پول روی کردیم. شما با کدوم سیستم پول روی کردین؟ زلطه کارا روی کردیم، دیگرش هم نی همین رو یک برادر گفت که نمیده چیکنه، ما گفتم که چیکار، گفتم همین گفتم که بفهمم ما روز که باقی خیلی سر کار ندارم بایتری کارو، ما گفتم پیمال یا میپرسیمش چی گفت دیگه، گفت اما همش میدونم و تا جهاز ویدیو کردیم، میگه ویدیو کردیم بچه‌ها میگه قطعا اگه پرسما پالچه که وازرد نگیم خود با دیگه روش که نشد قطعشون میگه جنگ و ریا گپود میزنن با خودو. همچنین روزنامه‌نگار تاجیک ارشاد سلیمانی کار نکردن شبکه یونیستریم را در صفحه فیسبوکیش تصدیق کرده است. یونیستریم هم کار نمی‌کرده است. 2-3 روز پیش چندی از همکسبان ما شیوه نوی انتقال پول به کشور و تشکیل مرکز نوی بانک ملی را به تعبیر خودشان شرح و تفسیر می‌کردند و می‌گفتند کار درست و سری وقتی است، اما این مشت
ҳамкасбони мо мушкилоти мардум гарон шудани ҳаққи комиссия аз мо 1.6% комиссия ситониданд ва саргардониҳоро нодида мегирифтанду обсовкунаке беш набуданд. ман 3 рӯз пеш барои кӯдакон аз бишкек пул равон кардам бо юнистрим. 2 рӯз аст дар бонкҳои тоҷикистон мегӯянд ки онро дигарбора аз тариқи контакт бифиристанд. юнистрим кор намекунад гуфтанд. ё агар кор мекунад чаро нонпули мардумро намедиҳанд? Дмитрий Глабовский, коршиноси масоили иқтисодии Русия, ба ин бовар аст ки Банки Миллии Тоҷикистон набояд барои ирсоли маблағи муҳоҷирони кории тоҷик мушкил эҷод мекард. ин иқтисоддони рус мегӯяд ба ҷои маҳдудият дар раванди интиқоли маблағи муҳоҷирони кории тоҷик аз Русия, Банки Миллии Тоҷикистон хубтараш мебоист назорат бар интиқолҳои пулҳои калон ва шубҳанокро ташдид мекард. Дмитрий Глабовский дар суҳбат бо хабаргузории Спутник اجرای محدودیت بر انتقال درآمدی ارسالی کارگران مهاجری تاجیک را اشتباه توصیف کرده گفته که اگر هدف تشدید نظارت بر روند انتقال پول از روسیه به تاجیکستان به خاطر ملاحظات امنیتی باشد، باید این نظارت بر ارسال پولهای کلان متمرکز شود، زیرا در شرایط فعلی بیش از همه خانواده های کارگران مهاجر زیان خواهند دید.